أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از موانع میراث این است که القتل می باشد. موانع میراث، هر شخصی که یکی از نزدیکان خودش را به قتل رساند با خاطر میراثش از میراث او در اسلام محروم می شود. مثلا پسر پدر را بکشد، یا زن شوهر را، شوهر یا که زنش را بکشد، از میراث او، از مال او میراث نمی برد. برای اون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لیس للقاتل من المیراث شیء. شخص کشنده از میراث میت چیزی نمیگیرد، محروم می شود. برای همین بسیاری از شخصا حیله میکنند، یگان کاری میکنند که خطا کشتم میگویند، من قصد کشتن نداشتم میگویند. در حقیقت آنها از میراث محروم میشوند، زیرا بسیار شخص ها قصداً میکشد نزدیکان خودش را، سپس میگوید که من قصد نداشتم، قصدی زدن داشتم، اما این از این دنیا رفت. برای این چنین هر شخصی که اگر شنده که بیخبر یک شخصی نزدیک خودش رو، خیشی تبارش رو به قتل رساند، از میراث او چیزی نمیبرد. مثلا پسر پدر را بکشد یا پدر پسر را بکشد. مثلا در یک ماشینه به یگان جا سفر کرده استادند، پسر پدر را میشناند در پهلویش و طرف پدر به جای رفته صدمه می شود، می زند، پدر می میرد. اگر چنده که پسر قصد نداشته باشد، در اسلام او از میراث پدر چیزی نمی گیرد. برای همین مثال آوردند که یک شخصی از این دنیا وفات کرد، زنش هست و پدرش هست، و یک دختری دارد که دختری او رو به قتل رسانده است، پدرش رو به قتل رسانده است. در این وقت دختری قاتل از پدرش میراث نمیبرد و چاریکی مال رو شوهرش میگیرد، چاریکی مال این شوهر رو زنش میگیرد و باقی مانده پدرش میگیرد. خیلی که گفتیم یک شخص از این دنیا وفات کرد، یعنی کشته شد از دست دخترش، اما این شخص مرده وفات کرده زن دارد و پدر و این شخص مرده زن دارد و پدرش نیز زنده است. زنش زنده است، پدرش هم نیز زنده است. در این وقت زنش چاریکی مالی شوهرش را میگیرد و سه باقی مانده پدرش میگیرد، و دختری که داشته است، دخترش او را به قتل رسانده است. دخترش از میراث پدرش چیزی نمیگیرد، زیرا پدرش را به قتل رسانده است. هست در این دنیا شخصایی هستند که به خاطر مال فرزندان خودشان را به قتل میرسانند، پدران و مادران خودشان را به قتل میرسانند. همچنان وجود دارد. این بود یکی از موانع میراث، این قتل. در درس گذشته، درس آینده انشاءالله، پدر اگر کافر باشد آیا از فرزند مسلمانش میراث میبرد یا نه، این را میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.